به افتخار استاد علی النجفی. الله. به به. سلام. سلام شیخ علی. بفرمایید. بیا قربونت برم من. الله. قیافش عین بچگی های عبدالباسطه. خود عبدالباسطه. آره بیشتر باید از حاج احمد استاد خوش اومدین. من فقط بچگی های عبدالباسط یادمه. آره. جد ماست بالاخره. سلام. سلام و رحمت الله. خوبی؟ چطوری حبیبی؟ خوبم. میخوای یه دستی بدی با اساتیدمون علی؟ از دور سلام. نه اینجوری میکنه. نه اصلا اینجوریه. علی به سبک عبدالباسط. باریکلا. هم عبدالباسط هم مصطفی اسماعیل. آره. مصطفی اسماعیل هم میخونه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكثر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه هذا عبد الباسط. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. خير الأسماء. يا رحمن يا رحيم. الله الله الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. الله يا شيخ. الله يا شيخ. الله يا شيخ. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما شاء الله يا شيخ. نعم حسنه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله كمان كده يا شيخ. الله ايه هو ده عجيبه. بله. نه بخون داشت تشویقت میکرد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم. قیافه رو ببین. چشکار میکنه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم. اي والله يا سلام. سلم. اي والله جل الصامت. سلم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى. ما شاء الله. ما شاء الله يا شيخ. جميل. هو الله الذي لا إله
الجبار المتكبر الله 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 جلت أسماؤه جمیل. یه صدای جلت. بوق هم بزنن. جلت أسماؤه وصفاته. نه تو حرم دیگه بوق نداریم اینجا. نعم تو حرم که حرم نعم. سبحان الله عما يشركون صلاة النبي. نعم نعم يا صلاة النبي. الله 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 الله. صدق الله العلي العظيم الله 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. الله 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 الله. آفرین 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 علی جان. الله یا شیخ. ماشاءالله 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 شیخ. سلامتیش یه صلوات بفرست. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. جل الصانع بما صنع سبحانه وتعالى. ما هذا ما شاء الله. يا اهلا ومرحبا بالشيخ عبد الباسط عبد الصمد النجفي. علی آقا میبینی منو؟ خودتو معرفی کن دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. علی نجفی هستم، 5 ساله، خب قاری بین المللی، اهل کجا؟ از شهر کرج. باریکلا. شهر کجا؟ کرج. کرج. چرا؟ خیلی خوش آمدی علی جان. مرسی. این میدونی عبدالباسط کجا خونده؟ کجا؟ جدمون آقای ابوالقاسمی به ما گفته که این عبدالباسط در سال 54 میلادی خونده داخل حرم کاظمین. 71 سال پیشتر. 71. آره یعنی تقریبا 30 و چند سالش بود آقای ابوالقاسمی اون موقع. بعد از 20 سال آخرین بار که عبدالباسط دعوت شده عراق طلبیدن چی گفتن؟ از ایشون درخواست کردن که این تلاوت رو هم تکرار کنید. عبدالباسط گفت این تلاوت دیگه تکرار شدنی نیست. گفتن چرا؟ گفت لأني قرأتها امام قبتين لامامين عظيمين. شما ترجمه کنید دیگه. من این تلاوت رو در برابر قبه 2 امام عظیم احسنت اونجا این تلاوت رو انجام دادم و دیگه نمیشه. بله. همون یه بار. و خیلی از قاریان و اساتید ایرانی با این تلاوت عبدالباسط رو شناختن. اصلا عبدالباسط اصلا مشهورترین انگار تلاوت خاصه. نه انگار مثلا مال سوره ماست. شمس و این تلاوت خیلی خاصه. این آیاتی که خوندن خب آیات خیلی شاهکار سوره حشره که هم سوره حشر به شدت توصیه شده، چون که مسبحات توصیه شده، امثال علامه طباطبایی و دیگر بزرگان توصیه میکنن قبل از خواب این سوره رو بخونید. این آیه هم که خوندن یکی از آیاتش میگه ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خیلی زیباست، دقت کنید. یه شبیه آدم‌هایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. اتفاق بعدی که افتاد این بود که فانساهم انفسهم، خدا هم یه کاری کرد که اینا خودشونو فراموش کردن. یعنی چنان سرگرم و مشغول دنیاشون کرد. میدونید که یکی از سنت‌های خدا این است که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. کسی که منحرف میشه و در این انحراف خودش پایداری میکنه همینجوری میره تو این چاه پایین. کما اینکه برعکسش هم هست و یزید الله الذین اهتدوا هدی. کسایی که هدایت رو میگیرن خدا هدایتشون رو زیاد میکنه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اگر کسی روی مسیر انحراف خودش پایدار وایسه میرسه به یکی از سنت‌های بد الهی، سنت‌های عجیب الهی. فانساهم انفسهم، باعث میشه که خودش، کمالات خودش، سعادت خودش، آخرت خودش، همه اینجا رو خدا از یادش میبره. ولا تکونوا کالذین نسوا الله
فانساهم انفسهم. خیلی خوب، خیلی ممنون. علی جان، بله. اساتید ما رو میشناسی؟ بله. یکی میتونی اسماشونو بگی؟ از اون طرف. از این؟ از اون بر. راست اصحاب الیمین، اصحاب الیمین. شاکر نجات. جانم. شاکر نجات. خب يا سلام سلم، یا سلام. لازم تعرف. لو بده. داره رضوان تقلب درویش. الله. بابا بزرگ. نه بغل استاد رضوان بابا بزرگ. وسط خیلی پیرمرده. حاج عدل کت. احمد. علی منو نمیشناسی علی؟ ابوالقاسمی. عبدالقاسمی. بغل استاد ابوالقاسمی. حاج غلام. حاج غلام. قاسمیان. قاسمیان. دست بده. بغل آقای قاسمیان. حاج هلو. حسنین. حسنین. باریکالله. اسم من یه بار رضوان دیگه چیکار تشکیل. میکنه؟ آقا رسالت سلام. رضوان چیکار میکنه؟ به از کجا دزدیده به چیه؟ از کجا گرفته؟ این ماشینای بچگی عبدالباسط بوده. تعال علی ببین چی آره، برات علی آورده قاسمی استاد براش رضوان. خریده. بفرمي حسن، بفرمي من چقدر- بيا بفرمي. هذه السلام عليكم، كيف حالكم؟ ما شاء الله. وهذه قبلة من هنا، ما شاء الله. خب هذه ما تتوقع هذه الهدية؟ نظرت این چیه؟ خودت حدس بزن. هدیه. نعم. هدية؟ كيف عرفت أنها هدية؟ هذا سؤال صعب. چی هست؟ چی ولكن هست؟ قل ما هذا يعني مثلا. ماشین. الله. اخلع أنت من هنا. اسحب هذا. اسحب. الان ماشین میگیره عمامش برمیداره. أيضا اخلع من هنا. الله. ما شاء الله. بشین. وهذا أيضا ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اضغط. اللهم صل اضغط. على محمد ماکو شهید. وآل محمد. اللهم صل. ما شاء الله. صلوا صلاتين على النبي طه الزين. صلوا صلاتين على النبي طه الزين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن الحسين. حبك وبريدك واتشرف بسيدك. خدامك ومريدك يا جد الحسنين. أحبك وأريدك واتشرف بسيدك. خدامك ومريدك يا جد الحسنين. مبارك إن شاء الله. علی نجفی 5 ساله که تلاوتش رو شما شنیدین و قرآن با بچه های ما این رفتار رو میکنه، اینجوری تکونشون میده. این تأثیر کلام خداست، کلام خدایی که از بچه های ما و از نسل ما یه نسل تازه تر میسازه. گفت آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. قرآن اون عالم نو رو میسازه. الحمدلله که زیر سایه قرآنی. به افتخار خودتون، به افتخار بچه هامون، به افتخار فرزندان ایران.